مروجیت با همون شیر بچه‌هایی که خچونا با کیف حیف کدوستیان. جان پدرتون صدقه نکنه. با حیات سالم، با زندگی حلال و آباد، با ورزش، با روزه و نماز مسجد رو بیارین. یک تشمه سالای سال کیف گفتم. از زندگیم فیض برکت گم کردم. انسانای حقیقی و بهترین ای دست دادم. در سلامتیم ضرر زیان آوردم. هم سبای خدمه و هم سبای نزدیکام خراب کردم. مهم اوچاجان ما بسیار زیخ کردم. انا همون روزگار بدی پیشم سبب گردیدگیه که حوزی صاف مرغ چرغ از دوری طرفم پت پت کدوستیم. تا آن دم زنده‌ام در نیست برای اصلاح شدن. وای بر حال او انسانی که از این دنیا حرام می رود. ما خودمان مرد میشماریم. مرد اراده قوی داره. پس بیاین مرد بدنمان نشان بدهیم. با گپ خالی نه و با عمل. جزاک الله خیرا.